رکن چهارم و اون اینه که مفسر این نص و اونی که میخواد این نص را تفسیر کنه بفهمه کیه؟ من و شما هستیم. حالا اگر من و شما شدیم دیگه اینجا فهم ما چی میشه؟ فهم بشری است. اگر ما تفسیر را، تأویل را، فهم را، هر چی میخواد ازش تعبیر کنید، این رو برگردوندیم به انسان، به بشر و فهم بشری رم وقتی برمیگردیم میفهمیم که من برای شما فقط 2-3 تا کتاب آوردم، من خوشم میاد شما این را مطالعه کنید. یک، آیا میتواند انسان بی اینکه عقبه فرهنگی، فکری، روانی، جامعه شناسی، جغرافیایی، کل این پشتوانش رو بگذاره کنار، بیاد این نص قرآنی همونی که هست چکار بفهم؟ میتواند یا نمیتواند؟ نمیتونه. پس همه فهمای ما مطابق قرآن، مخالف قرآن، غیر مطابقه. به عبارت دیگر ما هیچ جا نمیتوانیم ادعا کنیم که این فهم ما چی؟ امکان داره مطابق قرآن باشه ولیکن ما نمیتوانیم چی؟ تشخیص کنیم. یعنی در مقام اثبات، نه در مقام، چون در مقام ثبوت امکان داره بعضی اون چیزایی که ما از قرآن فهمیدیم مطابق واقع قرآن باشه ولیکن این بحث ثبوتیه نه بحث اثباتی. از نظر اثباتی چیکار کنیم؟ اینجاست که بنده این توری که مطرح کردم که بعضی رو واقعا متاسفانه خوب نفهمیدن، ما اونجا ادعا کردیم که اساساً شما نمیتوانید هیچ فهم بشری رو بگید خود دین است. این فهم از چی؟ از دین است. که به ما اشکال کردن نه بعض فهمای ما خود چیه؟ خود دین است. بندم اینا قبول دارم به نحو موجبه جزئیه بعضی فهما. بحث من در مقام اثبات شما چطور تشخیص میدید که این فهمتون مطابق دینه. من نگفتم که همه فهمای ما مطابق دین نیست، که من سالبه کلیه که نگفتم. من داره میگم که از نظر مقام اثبات شما هیچ راهی ندارید بگید این فهم به خصوص مطابق چیه؟ مطابق دین. امکان داره مطابق دین باشه، امکان داره موافق با دینم نباشه. هیچ راهی نداره الا یک راه، یا اینکه لوح محفوظ دست شما باشه، یعنی اونی که رفتید اجتهاد کردید بعدن میرید به لوح محفوظ نگاه میکنید میبینید بله اونی که اجتهاد کردید مطابق چی؟ واقع است. یا اینکه معصومی پل شما باشه، بگید آقا ما 20 سال اجتهاد کردیم رسیدیم به طهارت اهل کتاب، یا به وحدت شخصیه وجود ابن عربی، یا به وحدت تباینی ابن سینا. آقا کدومشون درسته؟ نامه بفرستید برای آقا امام زمان جواب بده آقا اونی که بهش رسیدید چیه؟ درست است یا درست نیست. این راه هم ما دست ما هست یا نیست؟ نیست. پس هیچ کس ما نمیتونه بگه منی که گفتم چیه؟ دین است. لذا رفقا این کتاب اگر حوصله کنن خیلی کتاب خوبیه، الموضوعیه فی العلوم الانسانیه. آیا میتواند انسان خودش را مجرد کنه از اون پیش فرضهای قبلیش که مبانی کلامیش، مبانی اعتقادیش، مبانی ایدئولوژیش، مبانی فرهنگیش، مبانی تربیتیش؟ شما نگاه کنید این روایتیه که اهل تسنن تشیع هم گفتن کل مولود یولد علی الفطره. درسته یا نه؟ این در مقام ثبوت. اما در مقام اثبات چی میشه؟ فابواه یهودانه یمجسانه ینصرانه.
یعنی شرایط خانواده. حالا پیامبر روایت رو فقط برده چی؟ اینم مصداقه. یعنی حوزه علمی هم چیکارش میکنه؟ اثر میگذاره. دانشگاه هم چیکار میکنه؟ اثر میگذاره. استاد هم چیکار میکنه؟ اثر میگذاره. شاهدم مثال واقعیشم، شما عموم شاگردای مراجع میگه اون مرجعی که بلوش درس خوندم اعلمه. آقا چرا آقا؟ برای اینکه بینی و بینا توی شرایطی قرار گرفته که اعلمیت اینو فهمید. نه بحث ما بحث حجیت و عدم حجیت نیست. میخوام بگم شما حق ندارید بگید اونی که میگم چیه دینه، که ما اینکه الان داریم میگید. لذا بنده وقتی با شما مخالفت میگیرید شما میگید شما منحرف شدی. خب چرا شما منحرف نیستی؟ چرا بنده اگر گفتم ائمه معصوم نیستن، فهم من از ادله ائمه چی معصوم نیستن، شما چی میگیم به من؟ میگید آب پول گرفته از وهابی، یا چی؟ یا منحرف، یا آقا متاسفانه از روشن فکرها متاثر شد. زود به من چی میزنه؟ تهمت میزنه، انگ میزنه. چرا؟ چون خودتون پیش فرضتون اینه اونی که فهمیدید مطابق چیه؟ واقع. ولی اگر قبول کرده بودید آقا اونم فهم بشریه، خب اینم یک فهم بشریه، اونم یک فهم بشریه، چه ترجیحی داره آقا؟ حالا ببینید پس برفتید به سمت شهرت. آیا شهرت حجته؟ خب قرآن میگه و اکثرهم للحق کارهون. خب میگه نمیگه قرآن؟ چرا میگه میگه اکثریت؟ اگر اکثریت باشه پس اکثریت مسلمان حقا الان، چون الان 2 میلیارد مسلمان هست، 1 میلیارد و 600 میلیونشون آقا چی هن؟ قائلن به عدالت صحابه. شما چرا قائل نیست؟ مشروعیت خلافت اول و دوم و سوم چرا قائل نیست؟ اکثریت هم هستن یا نیستن؟ چی میگید؟ خیلی جالب من دیدم بعضی شما وقتی بهشون اشکال میکنن میگن بابا اونا اکثریتن، میگه بابا اکثرهم للحق کارهون. گفتم آقا این اشکال نکنید، فردا امام زمان در میاد شیعه ها اکثریت میشن، وقت ما چی میشیم؟ اگر قرار باشه حکم این درست باشه پس حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز چیه؟ واحد. اگر اکثریت باطله خب ما فردا میگه اکثریت نمیشیم وقتی امام زمان میاد. خب چی میگید شما؟ باطله یا حقه؟ پس امکان داره اکثریت حق باشه و امکان داره چی باشه؟ اقلیت هم امکان داره حق باشه، امکان داره. پس ببینید آقا این کتاب خیلی مفیده که علوم انسانی امکان نداره شما در علوم انسانی به واقعیت برسید. حالا من از نظر بحث معرفت شناختی کانت نمیخوام وارد بشم که اساساً امکان نداره ذهن بشری طوری تنظیم شده که واقع را لخت و عریان همونی که هست بفهمه. کانت دیگه به این در اون مقولاتی که درست کرده میخواد به اینجا برسه. حالا اونو من کار ندارم، حالا بحث فرض میکنم حرف کانتم درست نیست. درست شد. این 2 جلد آقا ببینید 2 جلدیه که هر جلدی هم 1000 صفحه است، تحت عنوان اشکالیت التحیز. ایشون آمده اونجا ثابت کرده مقالات بزرگانه که امکان نداره انسان وارد برای فهم یک نص میخواد بفهمه از اون پیش فرضهای قبلیش استفاده نکنه، امکان نداره. جالب اینه این رو میگه نه فقط در علوم انسانی، در علوم طبیعی هم این پیش‌فرض‌ها اثر میکنه. لذا میگه فیزیک و هندسه و طب و تکنولوژی هم اینها همش پیش‌فرض‌ها چیکار میکنه؟ اثر میکنه. این 2 جلد 2000 صفحه است. بحث‌های همینه، فقط چیز دیگری نیست. این 4 رکن به نظر بنده آقایون اگر ما واردش نشیم، بحث نکنیم، ورود در روش فهم قرآن درسته یا درست نیست؟ ممکن است که ما الان تو حوزه های علمیه ما عموما از این 4 رکن کمتر بحث میشه. اگرم بحث شده در یک مسائلی مطرح شده که خیلی اهمیتی نداره، مثل اینکه ظواهر قرآن حجتی یا حجت فقط، دیگه بیشتر از این بحث نشد. ما این 4 رکن رو باید خوب دقت کنیم
که بتوانیم حل کنیم. من یک مقدار این مسائل رو از جلسه 193 فقه المرأه تا جلسه 198 فقه المرأه 6 جلسه یک مقدار رو اینها بحث کردم. به عربی هم هست، حالا هم نوارشون رو آماده بکنید، هم نوشته های عربیشون رو که بله مکتوبش هم هست، بله هم مکتوبش هست هم نوار عربیش هست. حالا اگر ما اینجا توانستیم جلسات دیگری، من یکی اینها رو میشینم بحث میکنم. اون وقت ما باید وارد چی بشیم؟ روش. حالا اگر اینجا این بحث سوالی مطلبی نقدی هست که من گوش کنم که منتقل بشم به تو یه بحث روشی هم میخوام بکنم.